سلام خوبی سلامتی نوکرتم قربان. ببین ما فرودگاه اومدم الا اومدم دنبال دوست پسر عمو مرزنگ. پسر دوست عمو مرزنگ. نه اومده از تهران، اومده بره آزمون استخدامی، میخواد استخدام بشه تو حفاری و شرکت نفت و ورا. ما خودم فعلا نه دنبال کارم تا ببینم چی میشه. ببین طرف پشت خطمه، 912 پشت خطمه، بعد بهت زنگ میزنم. قربانه. الو سلام آقا شاهین، خوبی کوکام؟ نوکرتم. مدل کجایی تو؟ خب بیا دیدمت بیا. سه صورت به چرای توریه. سلام داشت گلم، خوبی؟ تو داشتم بایی؟ سلام علیکم آقا، در خدمتیم، بفرمایید. خیلی خوش اومدی آقا شاهین، صفا آوردی. الحمدلله شانست این 2 روزم هوا اسمی شده، یعنی رکورد جهان زدی. نمیدونم خبرش اومد تا تهران یا نه. چت شد؟ آقا شاهین چته؟ الو عمو مرزنگ بابا پسر دوستت غش کرده، حالش خراب شده سوسوس، اصلا داره تبخیر میشه، نمیدونم چه کارش کنم عمو مرزنگ. بادس بزن سامبو، اوفسکو کولر بن سر زیاد کور مردم ز دستمون رفت. بابا والا کولر تا آخر خب منجمد شدیم، الان میخوایم بزنیم بیرون، خب بدنمون ترک برمی داره. ای زیلز بگو تمام بدن سوده. ای خدا شولارس تمام درسه. بابا عمو مرزنگ این تریپ فشن اینا تتوین رو بدنش. چه؟ یعنی ریخوس نقاشی کشیده؟ بابا ای بیا درستش کن، هم برق رفت. ای شلیلی چه کردی؟ ای گیانه شانس. داداش گلم خیلی حالم بده، چی کار کنم؟ بگم عزیزم برای چی خودت به این شکل در آوردی؟ تو با این سر وز بری خو استخدامت نیکنم. خب والا عمو مرزنگ ما خو معمولی رفتیم استخداممون کردن، شاید اینطوری بره با وضع استخدامش کنم. والا چی میدونم، ما خو سر در نیاوردیم. داداشی خیلی دیش دارم، چی کار کنم؟ خیس نکنی وری عزیزم دردت متیشنیم، بیا تا بارم دستشوری بعدش هم یک کباب خوی سید راست کنم. نوکرتم. بابا تو چقدر غور میزنی په چته په تو او پشایی که داخلن هم کمتری. بابا مرتون نگودی جیش دارم په قیل کنی، بیا دیگه دوارتا غش نکنی. چی کار کنم تو این گرما؟ شماره 2 اتوماتیک خودش میاد دیگه، منم اینجوری کردم خیلی گرم. ده زیبو خودت بشور بزن بده. بابا میگه بیا بیرون، خود سختیم خود. چی شد؟ ای بومی او جوش زیب خواست. بابا بچه سلپت شلنگ آبی جوش گرفتی یه راست سر منطقه بگیرش، باید تا یکم خورک بشه. بابا سامبو چه بکنم زده زد؟ به جای کارا برو سیس یخ بیار، خیلی سخت بچه مردم. عمو شاهین بگو یخ عزیزم، هی بگو یخ تا خنک بابوی. شاهین کوکام یه دفعه دست ما ناراحت نشی، این مسئله اینجا طبیعیه. خودت هم 2-3 دفعه بری دستشویی خودت بشوری منطقه آب بندی میشه. الان مال ما شده قسمتی از سنگ‌های آذرین و کوههای هیمالیا با کوله باری از تجربه. حاجی مرزنگ داشتم بله. میگم این نوروورا هتل موتلی چیزی نیست من برم؟ چی؟ بزنم اون صورتت خراب کنم؟ تو مهمان مایی، مهمان برای ما یعنی ناموس بر هتل؟ توی شلوغی فشار دادن چی؟ بابا تو فکر کردی هتل‌ها برق دارن؟ هتل‌ها هم برق ندارن. تنها راهی که داری اینه که مالکنور کنی به سمت سردسیر. به چه کبابی راست کنم سی آقا شاهین عزیزم. عمو مرزنگ میگم این مکانیزم است سورمزوری سره قشنگ کباب میشه بدون آتش. عزیزم این مکانیزم خیلی پیچیده است، از سیستم انرژی برافته و استفاده کنه. ای والله خیلی حال کردم. داشتم داری چی کار میکنی؟ برات تخم گذاشتم سرخ بشه بزنیم با کباب بریم فضا. چی داری میگی داشتم راستی میگم اینجا گازمازم قطعه نه؟ گاز چیه؟ ما اصلا گاز استفاده نداریم، فقط صادر میکنیم. ایول بابا زود دوش بگیر بیا بیرون دیگه، مصاحبه استخدامی دیر بابی. آقا شاهین ببخشید برق نیست، وینا آب سرکن هموم روشن میکردیم آب داغ اذیتت نکنه. این آبی هم که همینطور ولوازش گذاشتی داری باش هموم میکنی، آب تانکی، ارزشش برای ما از آب سنگین راکتور هسته‌ای هم بالاتره. دست ایول عجب ماشینی خداییشین. زوم میده باش بری شهرک دور چشای مردم قلاب میفته بیرون. ولی میگم اینا کولر مولر نرن. بابا کولر روشن و کوکام انگار در جریان دمای طبیعی ماشین نیستی نه؟ بابا سوختی مثلا ولش کن، بذار من سرمو از ماشین ببرم بیرون. و اما 1 ماه بعد
السلام علیکم داشتم با نخوری زمین بشی آب لمبو. سلام، رود باز شد آقا شاهین. نزنم صورت بیارم پایین. خبرش اومد راستی؟ قبول شدم آزمون استخدامی. نه بابا، مبارک باشه مبارک باشه. خیلی نوکرم داداش، دیگه از این به بعد با هم میریم اشغال. همینجا حال میکنی یا نه؟ نوکرم. یعنی واقعا قبول شد؟ خیلی میخوای. چرا من رد کردم؟